لبوبو، یک عروسک جذاب برای بچه‌ها یا یک بیزینس پرسود و یک تجارت جهانی. خوب به قیافش نگاه کنید. چشمای ورقلمبیده با یه دهن بزرگ که تقریبا کل صورتشو گرفته. با دندونای نوک‌تیز و سفید که انگار لامینیت کرده. با دو تا گوشه بلند. یه شخصیت جدید که تا به حال شبیهشو هیچ جا تا قبل از این ندیده بودیم. حالت چهرهش هم ترسناک و بازیگوش و کنجکاوه، هم مهربون و تو دلبرو. اما یعنی به خاطر ظاهرشه که انقدر محبوب شده، اونم نه فقط بین بچه‌ها که حتی بزرگسالا هم دوستش دارن. فکر نکنم. اصلا شخصیت لبوبو از کجا اومد و چجوری شکل گرفت؟ بذار از اول شروع کنیم. لبوبو یک شخصیت از یک جهان خیالی به نام دمانستره، دنیایی پر از موجودات عجیب و بامزه و ترسناک و مهربون که خالقش یه هنرمند هنگ‌کنگی به نام کازینگ لنگه. عمو کازینگ میاد با شرکت پاپ مارت که یکی از بزرگترین تولید کننده‌های فیگورهای کلکسیونی تو آسیا همکاری میکنه و به این شخصیت جون میده. ولی حالا چجوری یه کاری کنن که یه عروسک آسیایی محبوب و پرفروش بشه، اونم با وجود این همه عروسک محبوب شخصیت‌های والت دیزنی مثل باربی، میکی موس و داستان اسباب بازی‌ها. و حالا جی 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 جین یه ترفند فروش که میترکونه. اونا میان تو همون سال اول عرضه لبوبو یعنی سال 2018 از عنوان بیلد باکس استفاده میکنن. حالا داستان چیه؟ شما تا آخرین لحظه که عروسک رو خریدی نمیدونی کدوم طرح و مدل عروسک لبوبو رو خریدی تا زمانی که در جعبه رو باز کنی. همین که در جعبه رو باز میکنی سورپرایز میشی از طرح و رنگش، و اگه یه زمان از طرح و رنگش خوشت هم نیاد میری دوباره خرید میکنی تا شانس رو دوباره امتحان کنی. در واقع همین اصول غافلگیری و هیجانی که باعث میشه خیلی‌ها بچه کوچیک گرفته تا بزرگسال عاشق لبوبو بشن. اما داره اینجا داستان فروش به همینجا ختم نمیشه. اومدن یه حرکت انفجاری دیگه زدن که خیلی از شرکت‌های بزرگ هم همین کارو میکنن و باعث شد خریداران بیشتر تشویق بشن برای خرید این عروسک. لبوبو اومد یه سری نسخه‌های محدود و نسخه‌های لوکس و سفارشی طراحی کرد که فقط تعدادی از اونها ساخته و عرضه شد، طوری که خیلی‌ها برای داشتن اون نسخه‌ها حاضر بودن حتی میلیون‌ها دلار هم هزینه کنن، تا جایی که عروسک لبوبو بین کلکسیوندارها هم جای خودش رو پیدا کرد. از طرفی شبکه‌های مجازی هم مثل اینستاگرام و تیک تاک خیلی باعث محبوبیت این عروسک نوظهور شدن. الانم که الا ماشاءالله از شکلات آبنبات بچه بگیر تا پوشک رو تختی و نوار بهداشتی همه با شکل و طرح لبوبو درست میکنن تو همین ایران خودمون. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و اگه لذت بردین و دوستش هم داشتید لایک کنید و کانال سیر تا پیاز که کانال خودتونه ساب کنید تا با هم از سیر تا پیاز همه برند و شرکت‌های بزرگ صحبت کنیم. تو کامنت هم بهم بگید که ویدیو بعدی راجع به کدوم شرکت برند باشه. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.